رژیم پهلوی در دوره 50 ساله حکومت خود چهره ایران را دگرگون کرد. این دگرگونی در جهت هرچه وابسته تر کردن ایران به کشورهای صنعتی پیشرفته صورت گرفت. غرب در مقابل استفاده از نیروی کار ارزان کارگران ایران و بازار آماده خرید محصولات صنعتی، امتیاز منتاژ ماشینالات خود را با برچسب ایرانی به سرمایه‌داران وابسته ایران اعطا کرد. شهرهای بزرگ با شتابی باور نکردنی به جلوه‌گاه فرهنگ مصرف بدل می‌شوند و بهایی که در ازای آن پرداخت می‌شود نابودی تدریجی کشاورزی است. روستاییان کنده شده از زمین روستاها را ترک می کنند تا در حاشیه شهرها حلبی آبادها را برپا کنند. جذابیت شهر، کار و درآمدی ناچیز اما مستمر و مطمئن آنها را به خود می خواند. این گونه است که بسیار پیشتر از آن که آیت الله خمینی به مصاف رو در رو با شاه بایستد، لشکر انقلاب آماده است. لشکری که حالا در نزدیکی شهرها به خوبی میتواند نابرابری ها و بی‌عدالتی ها را حس کند و به چشم خود از نزدیک ابتذال و اسراف و تبهکاری چپاولگران را ببیند. شاه اما چاره را در تظاهر و دروغ پردازی بیشتر می‌بیند. کسی که در تمام دوران سلطنتش کمترین حقی را برای مردم ایران قائل نبود، کنفرانس حقوق بشر سازمان ملل متحد را در تهران می‌گشاید و از پایبندی به آزادی دم می‌زند. و در پوشش این خودنمایی ها دستگیری و شکنجه و اعدام ادامه می‌یابد. 12 روشنفکر در دادگاه نظامی شاه در حضور خبرنگاران خارجی به محاکمه کشیده می‌شوند. خسرو گل سرخی شاعر یکی از آنهاست. اتهام سیاسی در ایران نیازمند اسناد و مدارکی نیست. خود من نمونه صادق این گونه متهم سیاسی در ایران هستم. در فروردین ماه چنان که در کیفرخواست آمده به اتهام تشکیل یک گروه کمونیستی که حتی یک کتاب نخوانده است دستگیر می شدم. تحت شکنجه قرار می گیرم و خون ادرار می کنم. متهم ردیف چهارم کرامت الله دانشیان. محاکمه‌گران نظامی در دادگاهی که تحت فشار بین المللی تنها برای تظاهر به قبول حق دفاع متهمین سیاسی به طور علنی و با حضور خبرنگاران خارجی برگزار می شود نیز تحمل شنیدن عقاید متهمین را ندارند. به نام خلق محروم و ستمکش ایران، به دلیل اینکه نوعی حکومت نظامی مخفی در وطن ما جریان دارد، درست به همان دلیل نیز دادگاه‌های نظامی صلاحیت خود را خود به خود تایید می‌کنند. امیدوارم کنم در اجرای ماده 194 به متهم تذکر داده بشه، همونطور که مقرر فرمودن در مورد متهم دیگه که در حدود دفاع از خودش و رد اتهام و در مورد هر مطلبی میخواد علیه مطالبی که من مستنداً در دادگاه اظهار کردم پس بکنه و مبادرت به تبلیغ که جرم مستقله نکنه. این درست به دفاع من مربوط میشه، یعنی دفاع از خودم. من مواردی که باید جواب داده میشد به شما وکیل مدافعم داده و این چون به عقاید من مربوطه باید همه رو بخونم. دانشیان و یار همراهش گل سرخی عقایدشان را بی پرده ابراز کردند و بر سر آن جان باختند.